سلام دوستان، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما البته که سخن را از گزارش‌های ترانسفری داخلی وطنی آغاز میکنیم. نخست از آن میگوییم که دسته ختلان را بازیگری گانگی کریستیان دودزی ترک کرده است. این هم در حالی است که در صف ختلان مشکلی کادری زیاد است و نشود که اصلدین حبیب‌اللهیف هم که سرش مز از چنین مشکلات کیمکای سفید شده بود ناچار دیگر باره مویهایش سیاه شوند. در شهر ترسونزاده باشد بعد آن که دیدن تیم اساسی فوتبالیش به تهخانه جدول لیگ عالی و یا خود پدولی تورنیر سخت محبت کرده است دست به کار شدند و از دودبراهای زوادی تلکو هم در یک سال یک بار دود برآمد. و گپ دیگر گیریم رحمت الله فوزیلوف چون سرمربی دسته رگارتا دست تعیین گردید. از قفای سابق سرمربی منتخبی تا 17 ساله کشور باشد هفته ماشینه علیشیر خولمرادوف از نزد زواد گذشت. این معنی آن را دارد که فوتبال بازی که ماه مارت از هیئت فیضکن به صف دسته نورت ایست یونایتد هندوستان همراه گردیده بود از این پس خپ و دم گوشات اتاقی با پیراهن دسته تالکو میدانداری میکند. در زنبورخانه انگلیسی باشد باز هم پراپرزنی سخت مشاهده می شود بعد آن که برندفورد از گزارش ناتان کولینز بر عوض 23 میلیون فونت رکوردی اعلان نمود. شرطنامه دفاعگر با تیم نوش از روی نقشه 6-2 است. موسم قبلی ناتان کولینز 22 ساله در صف وولورهمپتون 26 بازی گذرانید و اکنون باشد برای رفتنش 23 میلیون فونت شامل کیسه چپ گردید. المریا باشد دو گرفتی ترانسفری با مارسل نموده با یک شطرنج لوئیس سوارز را اعلان اعضای کامل حقوق لالیگا به مدت 6 سال نمود. دسته ای که وابسته به انجام موسم قبلی با اشغال زینه 17 با یک عذاب از افتیش به سگوند خود را نجات داد در موسم نو با کلمبیایی 29 ساله مغروری نشان می‌دهد. دسته عربیان باشند چی پیر و کمپیر در فوتبال اروپا بود همه را بردند ولی با وجود این هم برای بازیگران تاجیک در یگان تیم عربی جا نشد. این نوبت الاتحاد بر عوض 29 میلیون یورو ژوتا نیوش را از سلتیک خرید و به 3 سال دیگر از کشور بیرون برآمدنی نمیماند. ژوتا نیوش 24 ساله پرتغالی بعد 11 گل و 11 پاس گلی در 33 بازی چمپیونات شتلندیا از این پس کریم بنزما و نگولو کانته را برایش تقا میگیرد. الاتحاد که خرید النصر از همه گرینی در عربستان باید که پچکا بازیگران خرد. این نوبت برای رونالدو همراه خرواتی از اینتر یافتند. برای مارسلو بروزویچ 18 میلیون یورو پرداخته شد. خرواتی 30 ساله که از سال 2015 تنها به اینتر وفادار بود با بوی دلارهای عربی شده رونالدو را برایش اکا گرفت. زنبوران ناچخان و بیناموس آلمانی باشند بعد پاک کردن اشک از چشمان در راه قهرمانی از دست رفته در بوندسلیگا موسم قبلی و بازار شتافتند و فلیکس نمیچر از وولفسبورگ بر عوض 32 میلیون یورو خریدند و تا سال 2028 برایش به قول اویلیک میدهند. بازیگر 22 ساله در صف بروسیا دورتموند رقم 8 را گرفت. وولفسبورگ باشد خود با حمله‌ور اسپورتینگ تییاگو توما شرطنامه امضا کرد. این هم نفری بود که سالی پار در شتوتگارت در اجاره گذرانید. شرطنامه توماش با وولفسبورگ تا ماه یونی سال 2027 مهلت داشته بازیگر 21 ساله در تیم نوش تحت رقم 11 برآمد خواهد کرد. اتلتیکوی سیمیونه هم باید که پرقوت شود تا باز هم زینه میراثی سریم را در اسپانیا به کسی ندهد. برای همین خاوی گالان از سلتا با ارزش 5 میلیون یورو آورده شده به قول تا سال 2028 هم کار همه حل است. در صف سلتا باشد گالان 28 ساله 79 بازی گذرانیده باز نشود که در مادرید گالان نو بران شود. همچنین اتلتیکو با آلوارو مورینیو شرطنامه 5 ساله امضا کرد. دفاعگر با نام آلوارو سانتیاگو مورینیو گونسالس 21 ساله از راسینگ مونته‌ویدئو به مادرید آمده به قول مارکا اوروگوایی احتمالاً بعد گذشتن آمادگی‌های پیش از موسمی با دیگو سیمیونه کجای به اجاره روان کرده می شود. دفاعگری ازد الکمار بکم باشد بهترین چمنهای فوتبالی را در هلند یک طرف گذاشت و با بالونیا شتافت. از روی گپ و چپی ترانسمارکت قراردادی بازیگری 24 ساله با جانبی سری آ تا سال 2027 بوده. بکم
هفتمین بازیگر نیدرلندی در صف بالونیا از سال 1909 گردید. مهمتر از همه آخرین نشود. برایتون دزربی باشد 16 میلیون پوند داد و دروازه‌بان اندرلخت و منتخب نیدرلند U21 بارت وربیوگن را خریداری کرد. بازیگر 20 ساله شرطنامه‌ای تا سال 2028 امضا کرد. ویلیاریال هم به قول به کار خودش ساز است. این نوبت به این تیم نیمه‌هایگری بارسا و منتخب اسپانیا U19 ایلیاس آخاماش به پول آمد. دسته از مضافاتی کاستلیون تلاش می‌کند که از بازیگر 19 ساله به خوبی استفاده برد، ولی اگر او برای بارسا در چنین سن سال در کار نباشد انیق چی درد دارد. بارسلونا باشد خود بعدی به شلاق سر کردن دیفاگران چون اومتیتی و لنگله اینیگو مارتینز را آورد و تا سال 2025 جوی کار داد. مارتینز به صف بارسا بعد 6 سالی در اتلتیک بیلبائو بودنش چون فوتبال بازی آزاد پیوست. باشگاه کاتالانی اوید امضا کنی شرطنامه با دیفاگری 32 ساله اعلان نموده هر کسی که من بعد این پیرکی را خریدار باشد فورد نفورد 400 میلیون یورو می سپارد. اتلانتا باشد توانست به پول سابق دیفاگری ارسنال و مارسل سیاد کالاشینس را به دام اندازد. بوسنیوی 30 ساله در فرانسه 1.5 سال گذرانید، 58 بار به میدان آمد و تنها بعد 4 بار رسیدن پایش به توپ گل شد. در مورد گزارش‌های دیگری در برنامه بعدی خواهیم گفت، ولی یک چیز را باید پیشکی اضافه کرد که میسون ماونت بعد آمدن به MU از چلسی بر عوض 55.5 میلیون پوند و نوشت شرطنامه تا سال 2028 رقمی 7 گرفت. رقمی که در MU زیاد عزیز است و برای یک خیلی پرشرف بود، ولی سر یک خیلی ها را از همین رقم خورده بود. دستپروری 24 ساله چلسی را نیز ضرور است که بر ضمن گرفتن معاشی هفته‌ای از 250 تا 300 هزار پوند باز میراثبر رونالدو، بیکهم و کانتانا باشد. اگر شود او به مثال دیپای، دیماریا و سانچز در میدان قاق و واق باشد، پس انیق و دقیق در منچستر جنجالی روز خوشی نمی بیند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و گرینی باشید.